پیام‌هایی از فرشتگان رفاه و برکت. پیام 4: ذهنی پر از برکت پرورش دهید. همه وجود موجودات زنده از انرژی حیاتی پر شده که خالق به ما اعطا کرد. بدن حتماً از انرژی پاک، محبت و خرد خداوندی سرشاره. روح شما هم این چنینه. اندیشه شما هم و خلاصه هر جنبه دیگر از شما. همه چیزهای مادی و غیر مادی بر روی زمین و در کهکشانها از همین انرژی زاده شده. بنابراین همه چیز از محبت خالص ساخته شده. با این حال بسیاری از موقعیت‌های دردناک و بی‌رحمانه رو می‌بینیم که هیچ نشانی از محبت در خود ندارند. ما از نیروی تاریک در جهان مادی با خبریم. شناخت انرژی الهی و انرژی شیطانی اساس دانسته‌های ماست. در دنیای مادی هم گرما و سرما، هم سختی و نرمی، هم خیسی و خشکی، هم عشق و ترس، هم بیماری و سلامت و هم ثروت و فقر و خیلی چیزهای دیگر رو در برابر هم داریم. نه جنگ و نه تعقیب. بسیاری از ما به دوگانگی دنیای مادی اعتقاد ندارند و در صددند ترس و بیماری رو به زور دور کنند. حالان که فرشتگان رفاه و برکت این درس رو به ما میدن. جنگ دائم با هر چیزی به معنای دور کردن انرژی تا جایی که آرامش زندگی ما رو برهم میزنه. ضرب المثلی هست که میگه از هر چه ترسیدم بیشتر سرم آمد. بنابراین به جای ترس و خشم یا سرخوردگی در مورد مثلا وضع مادی خودتون، تمرکزتون رو روی جنبه‌های مثبت اونچه که دارید متمرکز کنید. درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. در همان حال به بخش دوم این آموزش هم توجه کنید. به دنبال هرچه بیشتر بدوید بیشتر از شما فرار می‌کنه. له زدن به دنبال پول یا هر چیز دیگه‌ای شما را از پا در میاره. سر به دنبال هیچی نذارید، زیرا انرژی منفی به شما میده. هراسان به دنبال پول، موفقیت، عشق و شادی بودن به معنای اینه که ترس دارید به اون نرسید. به جای اون به دنبال انرژی خوشبینانه و مفید باشید تا آرامش نصیبتون بشه. سر به دنبال چیزی گذاشتن نوعی انرژی مقاومتی در خود داره. اگر هراسان به دنبال پول باشید به هیچ جا نمیرسید. هر چی رو که دائم تعقیب کنید و بخواید به زور بگیرید از شما میگریزه. زیرا تعقیب هر چیز چنین القا میکنه که میخواید اون چیز رو به زور تصاحب کنید. تعقیب کردن یعنی میترسید که اون رو به دست نخواهید آورد مگر آنکه انرژی برای پیروزی بر اون صرف کنید. انرژی با ترس مانع رفاه و برکته. خداوند ما رو دوست داره و میخواد ما خوشحال، سالم و در رفاه باشیم. برای همه ما اینطوریه. اونهایی که در فقر زندگی میکنن درک نمیکنن که انرژی محافظ کائنات رو باید محافظت کرد. هنگامی که کامیاب هستیم منابع زیادی رو در اختیار داریم تا به دیگران کمک کنیم. وضعیت اقتصادی جهان هیچ ربطی به شما نداره. من یا نفس بر روی وقایع خارجی متمرکز شده و با ملامت کردن دیگران زنده است و اونها رو مسئول غم و بدبختی خودش میدونه. یکی از موانعی که بر سر راه رفاه و برکت هست اینه که دیگران رو ملامت کنیم یا درباره وضعیت اقتصادی نگران باشیم. در حقیقت معنوی هیچ تأثیر خارجی وجود نداره. تنها ذهنیت الهی، عشق و روح
موجوده و اینها هم 100% پاکن و برکت دارن. همیشه اگه بر روی مسائل خارجی مثل نحوه پول درآوردن و پول خرج کردن دیگران تمرکز کنید، به جای اینکه وجدان عالی شما رهبرتون باشه، منیت شما بر شما سلطه پیدا میکنه. منیت همیشه به دنبال مشکلات، کمبود و نداری هاست. نباید بذارید که منیت بر شما مستولی بشه. آدام اسمیت، اقتصاددان بزرگ و پدر نظریه‌های جدید اقتصادی، درباره عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد مطالبی نوشت و اونها رو دست‌های نامرئی نامید. اسمیت و اقتصاددانان نئوکلاسیک امروزی میگن که بازار همیشه بر اثر رفتارهای مشتریان تغییر پیدا میکنه. اگه مشتریهاتون اعتقاد پیدا کنن که پول به اندازه کافی نیست، دست از خرج کردن بر می دارن و اقتصاد آسیب می بینه. اما اگه اعتقاد عمومی بر رفاه و فراوانی باشه و مشتریاتون به راحتی پول خرج کنن، کل اقتصاد بهبود پیدا میکنه. این در مورد رفتار فردی هم صدق میکنه. اگه فقط پسنداز کنید و نگران هر اسکناسی رو که خرج میکنید باشید، دستای نامرئی بر شما تأثیر میذاره و هیچگاه احساس دارا بودن رو ندارید و همیشه احساس کمبود میکنید و حتی در صورت داشتن پول در نگرانی و هراس هستید. بسیاری از مردم به دنبال کسب و کار خودشون هستند و ایده ها و اختراعات و ابتکارات جدید رو میکنن و از نظر احساسی و اقتصادی هم موفقن. هر روز مردم جدیدی پا به عرصه موفقیت میذارن و اونها هیچ تفاوتی با شما ندارن. اگر انگشت اتهام رو به سوی دیگران بگیرید و اونها رو به دلیل نداشتن پول و رفاه برای خودتون متهم کنید، نیروی خودتون رو از دست میدید. درسته که انسان‌های نادرست و بی اخلاق و خودخواهی هستند که بر سیاست مالی جهان تأثیر میذارن. درسته که حداقل دستمزد برای گذراندن زندگی کافی نیست و شرکت‌های بزرگ دارای نفوذ سیاسی هستند. اما یه چیزو میدونید؟ میتونید از حد همه این واقعیت‌ها بگذرید و موفق بشید و با هر چه دارید تغییرات مثبتی پدید بیارید. نالیدن درباره قدرت و ثروت ثروتمندان به شما هیچ کمکی نمی‌کنه. از رقابت نترسید. درست همانند نگرانی درباره وضعیت اقتصادی، بر سر مسئله رقابت هم نباید نگران باشید. انرژی رقابت بر این مبناست که یکی میبره و دیگری میبازه. بنابراین به این مناسبت که منابع مالی و رفاه کائنات محدوده و برای همه کفایت نمیکنه، باوری در ناخودآگاه ما جا گرفته که اگر ببریم کس دیگه‌ای خواهد باخت. یک دلیل آن که بعضی مردم خودشون رو پنهان میکنن اینه که میترسن دیگران رو از رفاه و برکت محروم کرده باشن. اما اگه به خودتون بقبولانید، نگرانیتون از میان میره. وقتی قبول کنید که با پول میتونید به اشخاص نیازمند، مؤسسات خیریه، به افراد خانواده خودتون کمک کنید، دروازه فراوانی به روتون باز خواهد شد. از احساسات بپرهیزید. هیچ کس نمیتونه شما رو از دنبال کردن هدفهاتون باز داره. نه مسابقه‌ای هست، نه رقابتی، مگر در ذهن شما. شما هم مثل هر کس دیگه‌ای از محبت و حمایت خداوند برخوردارید. حسادت به موقعیت دیگران به معنای اینه که بگید چرا خدا به فلان کس اون همه داده و به من هیچ. از کسانی که حسود هستند دوری کنید. اونها آگاهانه یا ناآگاهانه مانع پیشرفت شما میشن.
رویاهاتون رو هیچگاه با آدم‌های بدبین و کسانی که با استدلال‌های پیاپی سعی دارن مسیر شما رو عوض کنن در میان نذارید. انرژی حسادت چه از طرف شما ساطع بشه و چه از طرف دیگه سمیه. فرشتگان به شما کمک میکنن در حالت برد باشید. شما میبرید، دیگران هم میبرن. کلام فرشتگان رفاه و برکت. در کتاب دیگه من کلام فرشتگان مثالهای بسیاری آوردیم که چطور مردم تنها با عوض کردن فکر و کلامشون جنبه‌های مختلف زندگی خودشون رو بهبود بخشیدن. در بخش ضمیمی این کتاب هم مثالهای دیگه‌ای خواهیم آورد. در اینجا قطعه منتخبی رو به شما ارائه میدم تا در روشن شدن این موضوع مهم به شما کمک کنه. من، دورین، تماس‌های زیادی از طریق تارنما، نمایش‌های رادیویی و در کارگاه‌های خودم دریافت می‌کنم. مردم بیشتر اوقات از من میخوان تا راه حلی برای موقعیت‌های دشوار مالی و زندگی به اونها ارائه کنم. بیشتر اوقات متوجه میشم که مردم در این گونه موارد به دلیل تنش و هراسی که دارن از واژه‌ها و عباراتی استفاده میکنن که بار منفی داره تا بهتر موقعیت خودش رو شرح بدن. مثلا میگن ورشکسته شدم، اما نمیدونن که این عبارت موجب میشه موقعیت دشوار زندگی اونها ادامه پیدا کنه. زنی به اسم کارولین که صاحب فروشگاهی در نوودا هست همیشه در برابر این سوال که اوضاع کسب و کار چطوره میگفت اینقدر هست که خرج خودش رو در بیاره، اما منو هیچ وقت پولدار نمیکنه. کارولین صدها بار این عبارت رو به کار برده بود و از تأثیر اون بیخبر بود. یک روز دوستی بهش گفت که این فروشگاه میتونه معدن طلا بشه، زیرا تنها فروشگاه در این منطقه است و اعتبار خوبی هم داره و مشتریان زیاد. بعد از خودش پرسیدن پس چرا کاروبار اون خوب نمیچرخه؟ چرا کارولین فقط اونقدر در میاره که بتونه مخارجش رو بپردازه و چرخش خوب نمیچرخه؟ کارولین جواب این سوال رو وقتی پیدا کرد که یک مشتری ازش پرسید کاروبارش چطوره و اون خیال داشت همون جواب همیشگی رو بده که من هیچ وقت پولدار نمیشم. اما به ناگاه مثل این که بهش الهام شده باشه گفت عالیه، اینجا مثل یک معدن طلاست. این جمله رو با اعتقادی چنان محکم ادا کرد طوری که به هر کلمه اون ایمان داره. این کار 1 سال ادامه پیدا کرد و هر وقت کسی ازش میپرسید کار و کاسبی چطوره، کارولین همون جواب رو تکرار میکرد که عالیه و مثل یک معدن طلا پول در میاره. در پایان سال فروش اون 40% بالاتر از سال قبل بود و بیشتر هم میشد. تنها چیزی که تغییر کرده بود میزان خوشبینی و ادای کلماتی بود که اون رو از تنگنای مالی میرهانید و ارتعاشات انرژی مثبت درست میکرد. کلمات کار معدن طلا رو کرده بود. کلماتی که از دهان ما خارج میشه تأثیری مستقیم بر روحیه، زندگی و اوضاع مالی ما داره. خانومی به نام لیویا ماریس هم همین تجربه رو از سر گذراند. چند سال قبل لیولا دائم از خودش میپرسید چرا آرزوهای اون برای درآمد بیشتر فقط تا حد کفایت برآورده میشه و نه بیشتر. برای مثال اگه به پول نیاز داشت تا برای چیزی بپردازه فقط به همون اندازه پول در می آورد و نه بیشتر. اگه به زمان مشخصی برای انجام کاری احتیاج داشت فقط همون قدر و وقت نصیبش می شد. یه روز اون در خونه یکی از دوستاش به خانم ثروتمندی برخورد. بعد از صرف غذا کسی از خانم پرسید آیا به اندازه کافی داری؟ و اون پاسخ داد خیلی زیاد دارم. لیویا به فکر فرو رفت.
اون خانم جواب نداد به اندازه کافی دارم، بلکه گفت خیلی زیاد دارم. اون متوجه شد که او همیشه آرزوی به اندازه کافی رو داره، نه خیلی زیاد. لیویا میگه اگه از فرشتگان فقط به اندازه بخواید، به اندازه وسعتون نصیبتون میشه. امتحان کنید و آرزوی خیلی زیاد بکنید. یقین داشته باشید بیشتر از اون که انتظار دارید نصیبتون میشه. لیویا از زمانی که نحوه گفتارش رو اصلاح کرد، وضعیت مالی خوبی پیدا کرد. اگه آرزوی داشتن پول زیاد شما رو ناراحت میکنه، به خودتون اطمینان بدید که اون پول رو صرف کارهای خیریه خواهید کرد. به عزیزانتون کمک میکنید و در امور خیریه پول خرج خواهید کرد. نیت خیر به شما کمک میکنه که پا در امور بزرگ خیر بگذارید. دایانا می زن دیگریه که فهمید کلام چه نیرویی برای خلق درآمد زیاد داره. اون بیشتر طول عمرش همیشه میگفت پول کافی برای فلان رو ندارم. عبارتهای منفی که به کار می برد و موجب می شد که توانایی خرید چیزهایی رو که می خواد نداشته باشه. بعد از کسی در جایی درباره خواص مثبت اندیشی شنید. اون شخص به اون توصیه کرد که همیشه تکرار کنه من اکنون از نظر مالی امنیت دارم و مقدار زیادی پول دارم تا خرج و پس انداز کنم. دایانا این جمله رو دائم تکرار می‌کرد و به تدریج پا در مسیری نهاد که منجر به درآمد بیشتر برای اون شد. اون به من گفت اکنون با دیدی کاملا متفاوت به دنیا می‌نگرم. زمانی من مقاله نویسی یکی از مجلات کتاب بودم و نامه‌های زیادی از کتاب فروش ها دریافت می‌کردم که می‌گفتند کتاب فروشی اونها درآمد چندانی نداره و مردم محله اونها کتابخوان نیستن. به همه اونها توصیه می‌کردم که از عبارات مثبت استفاده کنن و وضعیت اقتصادی خودشون رو خوب بدونن. نه فقط وضع خودشون بلکه وضع محله و شهر رو هم خوب بدانید. زنی به نام لورن میلز برای من نوشت که عبارات منفی که درباره وضعیت اقتصادی جامعه اطرافش میگه تأثیر منفی بر کسب و کارش داره. شغل اون روان درمانی بود و از انگلستان به ژاپن رفته بود و در اونجا به این نتیجه رسیده بود که اوضاع اقتصادی ژاپن در اون سالها در وضعیت رکوده، به همین دلیل مشتری چندانی نداره. بعد از گذراندن چند سال با دشواری او دوباره به انگلیس برگشت. در انگلستان از دوستی شنید که تفکر مثبت چه تأثیری بر زندگی داره. او برنامه جدیدی برای کارش ریخت و دائم تصور میکرد که مشتریان زیادی پیدا خواهد کرد و کسب و کارش رونق میگیره، چرا که وضع اقتصادی انگلستان خوبه. خیلی زود مطب اون پر از مراجعان مختلف شد. اون متوجه شد تلقین دائمی وضعیت نامطلوب اقتصاد در ژاپن چه تأثیری بر شغل و زندگیش داشته. اون به من گفت خیلی زود به این نتیجه رسیدم که در ژاپن مشتری برای کار من نیست و همین ناامیدی موجب شد هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته باشم. در نتیجه کسب و کارم کاملا از رونق افتاد. اما وقتی در انگلستان بدبینی از من دور شد و موفقیت رو در ذهنم مجسم کردم، انگار جلوی مطب من فرش قرمز پهن کردن. بعضی اوقات اوضاع دردناکی که برامون پیش میاد ما رو متوجه نقش عبارتهای منفی میکنه که در گفتگوهامون به کار میبریم. خانومی به نام کارین کانلی که شغل مهندسی داشت، وقتی از کار بیکار شد دائم به دیگران میگفت من بیکار شدم و ناامیدانه در جستجوی کار دیگه‌ای بود که پیدا نمی‌کرد. بعد متوجه شد که تکرار این عبارت فکر و روح اون رو خرابتر کرده و موقعیت بدتری رو براش درست کرده. بنابراین جلوی این کار رو گرفت و خیلی زود کاری پیدا کرد و تونست موقعیت خودش رو بهبود ببخشه. کارین به من گفت با تغییر کلماتی که به کار می بردم تونستم فراوانی و برکت رو به زندگیم جاری کنم. در این مورد کارین دست از تکرار عبارت منفی بیکار هستم برداشت و همه چیز
تغییر کرد. از کلام شما بر شما حکم می شود. برکت نخست در ذهن ما خلق می شود. با اظهار عبارتهای مثبت و تجسم موقعیتهای شاد در ذهن، رفتار و اعمال شما هم تغییر میکنه و هر بار و بدون استثنا به هر چی انتظار دارید میرسید. بشر در طی تاریخ خودش رو در هر موقعیتی بد یا خوب مجسم کرده به همون موقعیت رسیده. بعضی اوقات از والدین یا اطرافیان خودمون میشنویم که باید سطح خواسته هامون رو محدود کنیم و توقع بیشتر نداشته باشیم. خوشی و برکت موهبتیه که فقط باید نصیب دیگران بشه که البته درست نیست. تغییر مسیر، زندگی در جهت بهبود و کنار گذاشتن عادتهای منفی برای همیشه نحوه تفکر و بعد حرف زدن ما رو تغییر میده. وقتی که فکر و کلام ما درسته، دچار گرفتاری و مخمسه هم نخواهیم شد. با ناله کردن و نگرانی هیچ گرفتاری درست نخواهد شد، حالان که با داشتن نگاه مثبت هر موقعیت بدی مبدل به موقعیت خوب میشه. چرا اینطور میشه؟ به این دلیل که داشتن نگاه مثبت امید رو در ما برمیانگیزه و بعدش این امید ما رو وادار میکنه تا مشکل رو حل کنیم. حالا که وقتی میترسیم، امیدی نیست و کاری نمیتونیم بکنیم، خود به خود تسلیم میشیم. امید و ایمان انرژی هایی هستند که راه حل و فرصت های خوب رو سر راه ما قرار میدن. با کسانی که دید مثبتی دارن میتونیم بهتر معاشرت بکنیم و بیشتر همکاری بکنیم. در عوض مردم از آدم‌هایی که دائم گله و شکایت دارن فراری هستند. طبیعت بشر اینطوریه که به کسانی کمک کنه که فعالانه در جهت اصلاح زندگی خودشون تلاش دارن. وقتی به بخش مثبت زندگی خود توجه کنیم، دیگران تمایل بیشتری دارن تا به ما کمک کنن. علاوه بر این موجبات عملی و مادی، موجبات روحانی اندیشه ها و کلام ما هم باید مورد توجه قرار بگیره. در حین تحقیق و نگارش کتاب قبلی کلام فرشتگان نشان دادیم که هم کلامی که ادا می‌کنیم و هم نحوه ابراز اون دارای انرژی واقعی هستند. انرژی عبارات مثبت بسیار بیشتر از انرژی عبارات منفیه. هر کلمه که از دهان ما خارج میشه سرعتی برابر با سرعت صوت داره و صدای ما میتونه خراش‌های میکروسکوپی بر روی شیشه درست کنه. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که کلام ما بر روی هر شیئی مادی تأثیری مشابه داره. علم عصب شناسی ثابت کرده که افکار ما هم حامل انرژیه. بنابراین مبالغه نیست اگه بگیم انرژی افکار مثبت بسیار بالاتر از انرژی کلام‌های منفیه. اگر این مفاهیم انرژی رو بپذیریم، بنابراین میتونیم درک کنیم که به چه چیزهایی فکر کنیم و از فکر کردن درباره چه چیزهایی بپرهیزیم. جای خوشحالی داره که انرژی افکار مثبت بسیار بالاتر از انرژی افکار منفی هست. بنابراین هر واقعه یا کلام منفی رو یا باید از خودمون دور کنیم یا فوراً اون رو به وضعیت مثبت تبدیل کنیم. وضعیت ما درست شبیه به وضعیت کسیه که به رستوران میره که همه جور غذایی داره. اگه غذای خوب سفارش بدید، غذای خوب براتون میارن و اگه درخواست غذای بدی بکنید، همون رو جلوی شما قرار میدن. بستگی به سلیقه و خواسته شما داره. اگه املت سفارش بدید در حالی که خواسته واقعی شما ساندویچ بوده، فرض بر اونه که آنچه را که در ذهنتون بوده خواستید. پس املت برای شما میارن. پس اونچه را که به راستی و واقعا در ذهن دارید بیان کنید. بنابراین مشخص کردن دقیق اون چه میخواید از اهمیت زیادی برخورداره و اولویت شماره 1 محسوب میشه.
در نیات ما نباید تردید و خللی باشه. ما در مسیر رشد و آموزش با راه‌های فرعی منفی هم مواجه میشیم. باید خودمون رو به نحوی تربیت کنیم که افکار منفی رو استثناء بدونیم، نه قاعده. همه این عبارات رو که در مورد آرزوهاتون به دقت فکر کنید شنیدید. بسیاری از اوقات اتفاقات خیری در زندگی ما میفته، اما بعضی اوقات هم غذاهای بدی برای خودمون سفارش میدیم بدون اینکه متوجه سفارش خودمون باشیم. اما اگه دقیقاً تفاوت خواسته‌های خوب و خواسته‌های بد یا نامناسب رو مشخص کنیم، خیر و خوبی نصیبمون میشه. در بعضی موارد با کمال تعجب میبینیم که آرزوی خیری رو کردید و نصیبتون نشده. چطور چنین چیزی ممکنه؟ عوامل متعددی در این امر دخالت دارن. شاید اون رو از ته قلب نمیخواید، یا یک بار زمانی اون رو خواستید اما بعد تغییر عقیده دادید. شاید در طی مسیر امیدتون رو از دست دادید و درست کمی مونده به برآورده شدن آرزوتون تمرکز بر روی اون رو رها کردید. شاید اون چرا که میخواستید هدف والا یا نیکی محسوب نمی شده و براتون خوب نبوده. به هر حال دلیلش هر چی بوده، مهم اینه که حسرت نخورید. چرا به خواستاتون نرسیدید؟ حتی اگه دلیل عدم موفقیت خودتون رو نفهمیدید، یقین داشته باشید که دلیل خوبی در پشت اون نهفته است. به یاد داشته باشید که انتظارات شما همون آرزوهای شماست. شاید چیزی رو خواستید اما از ته دل نخواستید که به وقوع بپیونده. وقتی درباره انتظار یا آرزویی عوامل منفی در ذهن شما وجود داشته باشه و درباره وقوع اون بدبین هستید، خود به خود خواستتون رو حذف کردید. اگه خواهان پیشرفت و ارتقای مقام در کار خودتون هستید اما تردید دارید که اتفاق بیفته، همین تردید مانعی بر سر راه آرزوتون و مانعی بزرگ محسوب میشه. تمرکز بر روی این سرخوردگی که چرا به فلان آرزو نرسیدید هیچ کمکی به شما نمیکنه. باید به شیوهی واضح، خوشبینانه به آینده نگاه کنید. مثبت اندیشی دائمی به این معناست که اون چه رو که به واقع و از ته دل میخواید نصیبتون میشه، نه چیزی رو که از اون میترسید یا دربارش تردید دارید. به ترستون غلبه کنید. باید غلبه کنید، زیرا انسان قادر هر آنچه را که بیشتر از همه به اون فکر میکنه به عمل در بیاره. خالق عالم آگاهه بر هر چه خیر و نیکی که آرزوی ماست. بنابراین دلیلی برای ترس و نگرانی وجود نداره. با در نظر گرفتن این نکته تمام چیزهایی رو که به اون نرسیدید و نداشتید رو فراموش کنید و از این پس بر خواسته نیکتون تمرکز کنید. وقتی احساس خوبی ندارید یا روحیتون افت کرده، نیازی حیاتیه. باید فکر و کلامتون رو اصلاح کنید و دوباره در مسیر خوشبینی قرار بگیرید. تمام مدت باید یقین داشته باشید اون چه میخواید، اون چه به وضوح میخواید و از همه بیشتر باید بدون تردید بخواید و این کلید گشودگی فکر شما و نزول برکته.